زهرا دانش آموز سال سوم یه مدرسه شبانه روزیه. اون همیشه دانش آموز نمونه با موفقیت‌های فراوون بوده که حاضره از تمام دستورات استادش برای گرفتن نمره اطاعت کنه. حالا استادش ازش میخواد دانش آموزا رو برای انجام یه مراسم ممنوعه احضار به اسم قرین دور هم جمع کنه. بعد از انجام مراسم همه کسایی که اونجا حضور داشتن توسط جن تسخیر میشن و همین موضوع باعث به وجود اومدن هرج و مرج تو مدرسه میشه. فیلم 1 ساعت و 49 دقیقه قرین دسامبر 2022 تو ژانر فیلم‌های ترسناک، رازآلود و دلهره آور از کشور اندونزی منتشر شد و با کمتر از 1000 رای امتیاز 5 از 10 IMDb رو ثبت کرد. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً